سوال دیگر میگن آیا شوهر میتواند همسر خود را بشوید، یعنی بعد وفاتش، اما اگر در حیاتش هم باشد یگان خلاف هیچ گپی ندارد شستن همسر شوهر را و یا شوهر همسر را، هم در دنیا هم در بعد وفات. علما رحمت الله علیهم اتفاق کردند که زن میتواند شوهر میت خود را بشوید. وقتی که شوهرش از دنیا وفات کرد، زن میتواند شوهر خود را بشوید. خیلی که امام مالک در رحمت الله علیه در موطأ روایت کردن، اسماء بنت عمیس رضی الله عنها شوهرش ابوبکر صدیق خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم را با وصیت ابوبکر صدیق بشوشت و این در حضرت مهاجرها و انصارها بود، یعنی در حضور مهاجرها و انصار. تمام صحابه ها از این عمل با خبر شدند. فلم ينكر ذلك احد، یگان انسان انکار نکرد. بنابراین ابن المنذر رحمت الله علیه گفتند که و اجمعوا ان المرأة تغسل زوجها اذا ماتت. علما رحمت الله علیهم اجماع کردند که زن میتواند شوهرش اگر وفات کند شوهرش را بشوید، یگان خلافی نیست. و اختلفوا فی جواز غسل الزوج امرأته اذا توفی، لیکن در عکسش کمتر خلافی هست. اگر شوهر وفات کند آیا همسرش زنش میتواند شوهرش را بشوید؟ جمهور علما گفتند که مرد میتواند اینکه همسرش یعنی عائله‌اش را بشوید، زنش را. خیلی که اصحاب سنن ابو داود و نسائی و ابن ماجه و ترمذی رحمت الله علیهم روایت کردند حضرت علی حضرت فاطمه همسرشان که دختر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، وقتی که حضرت فاطمه گذشتن حضرت علی شستند و این بین صحابه ها مشهور شد و یگان صحابه انکار نکردند. این هم به منزلت اجماع سکوتی، همه سکوت کردند. حالا که صحابه ها لا یأخذهم فی الله لومة لائم، در راه الله تعالی از ملامت کسی نمیترسند. وقتی که حضرت علی حضرت فاطمه رو خیلی بر وقت، برای اونکه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گذشتند بعد 6 ماهی وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه از دنیا گذشتند. یعنی در خلافتی حضرت ابوبکر صدیق که جمهور صحابه ها زنده بودند، حضرت علی حضرت فاطمه را شستند، کسی انکار نکرد. و این چنین حضرت عایشه رضی الله عنها یه حدیثی دارن که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه گفتن که لو مت قبل، ای عایشه اگر تو از من پیشتر وفات کنی، لغسلتکی و کفنتکی و صلیت علیکی و دفنتکی، اگر تو از من پیشتر وفات کنی من تو را میشویم، گفتن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، و کفن میکنم و به تو نماز جنازه میگذارم و تو را دفن میکنم، گفتن. روایت احمد و ابن ماجه است. و این حدیث دلالت به جایز بودن شستن شوهر همسرش را بعد وفاتش میکند و طبق قیاس صحیح هم درست میگیرد، برای اون که آخر شوهرش هست و نکاح بریده نمیشود با سبب مرگ. خیلی که بعضی علمای مذهب حنفی رحمت الله علیهم با همین گونه تکیه به بعضی سخنهایی که اصل ندارد گفتند که حق شستن ندارد، گفتند. و حالا که این حدیث ها حجت علیه آنها هست، والله اعلم. و مسئله دیگر، اگر پدر و مادر، بعضی ها دیروز سوال کردند، اصلا باید زنها بشوید، نه فرزندش حق دارد پسرش، نه پدرش حق دارد، نه برادرش حق دارد. زنها میشوید، فقط یگانه شوهر حق دارد که بشوید. و این چون این مرد را هم باید مردها بشویند، نه مادری مرد، نه خواهری مرد، نه دختری مرد، هیچ کسی حق ندارد مرد را بشوید، اگر چنده که خیشی نزدیک باشد. فقط عائله‌اش، همسرش حق دارد بشوید. اما در حالتی پدر و مادر پیرانسال را آیا شستشو کنانیدن جایز است؟ بله، شستشو کنانیدن پدر و مادر برای فرزندان
اجازت است. خوب است که مادر را دخترها بشویند و پدرها پسرها، لیکن در صورتی نبودن اجازت است. فقط گفتن در صورتی که عورتش پوشیده باشد، در صورتی که مثلا عورتش را هم اگر بشوید با یگان حائل، با یگان لطه، با یگان چیز دیگری باید بشوید. گفتم الله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.